سپس سوره القدر، سوره قدر. سوره قدر نامگذاریش از این سوره بر قدر توقیفی است، چون قدر در این سوره تکرار آمده است. و همچنین سوره انا انزلناه فی لیلة القدر هم گفته می شود، اجتهادی است. و این سوره از 5 آیت عبارت است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن آن 25م سوره است و در قرآن باشد 97م. و این سوره، موضوعات این سوره بیان فضیلت لیلة القدر را ذکر می نماید، بیان فضیلت لیلة القدر و نازل شدن وحی در این شب. و غرضهای این سوره باشد، این سوره مبارکه شروع شد به نازل شدن قرآن عظیم و بیان فضل لیلة القدر که در این شب الله کتاب را نازل کرد و بیان فضل این شب همچنین بر دیگر ماه‌ها و روزها. و در اینجا الله سبحانه و تعالی اکرام نمود با نازل شدن قرآن مبین بندگانش را. و الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه، سوره قدر، سخن میراند از نازل شدن ملائکه های ابرار که تا طلوع فجر آنها قرار میگیرند، که در آن شب بزرگ است، شب قدر، که این شب بیانی معرفتی بالا برداشتن شأن و منزلت بندگان الله سبحانه و تعالی در نزد الله سبحانه و تعالی، که این شب از 1000 شب هم بالاتر است. مناسبت این سوره با سوره بعدیش و سوره قبلیش، که سوره قبلیش سوره علق است. سوره قدر آمد با سخن گفتن از نازل شدن قرآن در آن شب مبارکه و خاتمه یافت با علق، با امر نمودن، با سجده نمودن از برای الله سبحانه و تعالی. و این سجده را، این رکوع را جز او سبحانه و تعالی بر کسی انجام ندادن. و این قرآن ما را راهنمایی میکند بر شب زنده‌داری این شب قدر، بیان منزلت و شرف آن و بر زیاد سجده نمودن از برای الله سبحانه و تعالی و تلاوت قرآن. و این سوره شروع نمود با ذکر شب قدر و خاتمه یافت با طلوع فجر، با طلوع فجر. برای همین فرمود که ان انزلناه فی لیلة القدر، از آیه 1 تا آیه 4 سوره قدر اگرچه کوتاه هم باشد ولیکن در برگیرنده بزرگ داشت این شب قدر است. یکم سبب نازل شدن قرآن در این شب و اسم این شب در این سوره 3 بار تکرار یافته است. و همچنین بیان با سوال کردن که و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه که این شب چگونه شب است. بیان امر، بیان تعظیم این شبها که در این شبها قرآن نازل شد و جبرائیل علیه السلام فرود آمد با جمله از ملائکه ها ان انزلناه فی لیلة القدر. تعظیم قرآن با 3 وجه، نازل شدن قرآن در این شبهای مبارکه، بیان شهادت و بیان رفع بالا برداشتن آن وقتی که در آن شب است. و لیلة القدر خیر من 1000 شهر، آن فعل، آن اعمالی که انسان در این شب انجام می‌دهد از اعمال خیر از 1000 ماه هم بهتر است، که عقلها در حیرت میموند، در دهشت میافتد. یک شب رو اگر تو خوب بر عبادت بگذرانی از 1000 ماه هم بهتر است، از 80 چند سال هم عزیزتر است. تنزل الملائکه و الروح فیها، که در آن شب ملائکه ها هم نازل میشن بر زمین به عنوان رحمت و برکت و خیر. دلیل آن است که ملائکه اگر هر جا که فرود بیایند در آنجا خیر و برکت و نیکویی است و مکانت شرف و منزلت است. و الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، بیگمان بدون شک و تردید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم که آن یکی از شب‌های ماه رمضان است. و الله میفرماید که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، بدروز که ما قرآن در شب مبارک نازل کردیم، پس این شب قدر شب مبارک است. بیان آن است که الله سبحانه و تعالی این قرآن در این ماه مبارک، در ماه رمضان، در این شب مبارک، شب قدر نازل کرد برای رحمت برای بندگانش عامتا، تا که بندگان شکر و سپاس او سبحانه و تعالی را بجا بیارن. برای آن این شب را شب قدر نام میدن به خاطر منزلت و جایگاه عظیم و فضلش در نزد الله سبحانه و تعالی، چون در این شب تقدیر میشد آنچه که 1 سال از اجلها، از رزقها، از تقدیر برقرار میگرده در این شب. بیان عظمت و عظیم بودن منزلت و جایگاه این شب. و ما ادراک ما لیلة القدر گفت، تو چی میدونی که شب قدر چی شب است؟ بیان فضیلت و عظمت این شب، چون شأن این شب جلیل است، عظیم است. و فرمود که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است، از 1000 ماه در بهتر است. عمل و کاری که در آن شب انجام می‌یابد از 1000 ماهی که تو انجام میدهی بهتر است. این همون است که عقل‌های انسان را دیگر در حیرت می‌آورد.
یک شب عبادت بهتر از 1000 ماه، بهتر از 80 چند ساله که خود انسان اینقدر حیات رو نمیبیند اصلا، ولیکن آن ثواب نیکویی رو به دست میآورد اگر این شب را تلاش نماید، قدر کند. با آن گونه که الله سبحانه و تعالی در این شب برای امتش، برای امت محمد صلی الله علیه و سلم بر زیاد بودن اجر پاداش را وعده کرده است. شبی که انجام دادن عملهای نیک در این شب مقابل اجرهای بزرگی از 1000 ماه هم بیشتر میگردد. اگرچه که عمر انسان کوتاه است، عملش کم است، ولیکن اجر بزرگی را به دست میآورد. تنزل الملائکه و روح، در آن شب فرشتگان، روح جبرائیل علیه السلام با اجازه پروردگارشون برای انجام دادن هر گونه کار فرود می آیند. نازل شدن آنها بیشتر میگردد. سلام هی حتی مطلع الفجر، آن شب شب سلامت و رحمت است تا دم صبح. شب سلامت و رحمت است، سلامت از تمام عافیت ها و شر و بدی ها، به خاطر برکست بر زیدن خیرش. حتی مطلع الفجر، تا نزدیکی بامداد، تا غروب شمس، تا طلوع فجر. به درستی احادیث زیاده در بیان فضل این شب ذکر شده است که این قدر، شب قدر در ماه رمضان است، در عشر، در دهه آخر از ماه رمضان، خصوصا روزهای ویتری آن. و این شبهای قدر در این روزها و در این ماه رمضان در آخر شب باقی میماند تا روز قیامت. برای همین رسول الله صلی الله علیه و در شب رمضان در دهه آخر اعتکاف می نشستند و عبادت ها رو بیشتر و بیشتر میکردند، چون در روایت بخاری و مسلم و اصحاب سنن آمدگی است. بارک الله فیکم و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.